پس پیش داوری ها رو کنار زدیم. خب بریم برای هایدگر. توی هایدگر ما یه اتفاقی با هم دیگه مرور کنیم، بگیم که هایدگر اصلا کلاً با این نگاه سوژه و ابژه مخالفت میکنه. میگه چی؟ میگه همیشه تو کل مدرن و علال خصوص همین هوسل یه سوژه انسانی بر چیزها هستش یا همون ابجکت هستش که این سوژه انسانیه خودش رو با نگاه بر بودن به جهان تحمیل کرده. خب یادتونه گفتم از ابجکت میرسیم به سنسوریال کوالیتی و اکچوال کوالیتی. خب گفتیم انسان چیه؟ اینجا خودشو بر میبینه. تو هوسل هم که آوردیمش اینجا باز این بره هست، اما گفتیم با اون آگاهیش، با اون آگاهی بر ذات چیزها، با اون اپوخه کردن. فرقش اینه که فرد بدون قضاوت ها داره با ابژه یه کنش درونی، یه ارتباط درونی برقرار میکنه که مختص خودشه. ببین مختص خودشه. باز انسانه که بر چیزها هستش. خب حالا هایدگر یه نوع دیگه جهانو میبینه. چجوری میبینه؟ میگه ما اون وجوده یادمون رفته، اون وجوده که همیشه وجود داشته، برامون عادی بوده، باهامون بوده، اونو فراموشش کردیم. یعنی هست، یعنی it is، یعنی اون هست، انقدر برامون هست طبیعی بوده، عادی بوده که دیگه بهش فکر هم نکردیم حتی. یعنی ما به وجود فکر نکردیم، همش درگیر موجود بودیم. طبیعت بیجان یادتون باشه، همیشه ما به یک موجودی فکر کردیم، به یه ابژه‌ای فکر کردیم، خودمون رو بردیدیم به اون فکر کردیم، ولی وجود اون رو در نظر نگرفتیم، گذاشتیمش کنار. میخواد از دیدگاه، ببین اون نوعی که من هایدگر رو تدریس میکنم شاید متفاوت باشه. من خیلی دوست دارم اول اصل داستان رو بگم، بعد با مثال، با زیبایی شناسی، با عکس، با تصویر، با چالش، با چیز اینو جا بندازیم. ببین موضوع اینه، هایدگر میخواد از من بر، من میاندیشم پس هستم، از من بر، از این نگاه بر بودن ما رو ببره به با بودن. یه بار دیگه با هم مرور کنیم. ما تو هوسل هم چی داشتیم؟ گفتیم من بر که دارم در اپوخه میرم، در یه قابه میرم، در یه باکسینگی میرم، در یه باکسی میسازم میرم. یعنی اون نگاه منبر هست فقط داره میشه در چیزی که اون کنش هست که تو اون اپوخه هست. خب یعنی ایرادی هم که به هوسل میگیره اینه. اما تو کل مدرنیسم که اصلا این نبوده، من بر چیزها مسلطن. خب من میاندیشم پس هستم. این باگ اصلی مدرن. هایدگر میخواد بگه نه، من با چیزها هستم. چطور میتونه بگه من با چیزها هستم؟ وقتی که وجودو بیاره بیرون، وقتی که تو برای نفر مقابلت هم یه وجودی قائل بشی، خودتو بر نبینی بر او، خودتو با او ببینی. چه موقع با او میبینی؟ وقتی که تو هم برای او یک وجود قائل میشی.
پس باید بیاد نگاه ها رو کلن عوض کنه. خب پس میخواد از بر برسه به با، خب باید همه چیز رو عوض کنه دیگه، خیلی طبیعیه. یعنی تو مرحله اول باید بیاد بگه آقا این وجوده گم شده بود، همش داشتیم راجع به این بودیم، همش توی این تصویره بودیم، یعنی ابژه، سنسوریال کوالیتی، اکچوال کوالیتی. چرا ما وجود رو فراموش کردیم؟ وجود رو بیاریم وارد این داستانه بکنیم. چرا؟ چون وجود یک مفهوم بنیادینه که همه موجودات به خاطر وجود است که موجود شده اند. درخت اگه درخته یه وجودی داره، اسب اگه اسبه یه وجودی داره، سگ اگه سگه یه وجودی داره، انسان اگر انسانه یه وجودی داره. اصلا یادمون رفته که وجود هست. موجود چیزایی بودن که اطراف ما بودن، ما حسشون میکردیم، دنبال اون ویژگی بنیادین هم بودیم، اما نه با وجود رو فراموش کرده بودیم. یعنی چی؟ یعنی هایدگر داره کل اندیشه رو عوض میکنه، میگه دیگه آبجکت، سنسوریال کوالیتی و اکچوال کوالیتی، خب و اکچوال کوالیتیز اینجا دیگه باید میستری آف بینگ بیاد، یا همون اوشیا، اینم بیاد توی این بازی. خب میگه برای با شدن پس مرحله اول چیه؟ وجود یا موجود، این مرحله اول. پس یه وجودی آورد، آقا تصویر دیگه اینجوری شد، این میستری آف بینگ، اون وجوده، اون راز وجود، اون اوشیاه، اون هستیه، اون ذاته، اون سرآغازه بیاد وسط. اول بیاریمش وسط، گم کرده بودیمش، گذاشته بودیمش، بهش نگاه نمی‌کردیم، جهان رو جدا کرده بودیم، گفته بودیم ما راجع به این علمی نمیتونیم داشته باشیم، پس ولش کن، بیایم این قسمت باشیم. خب حالا نمیخوام اسم کانتو بیارم، ولی همین اتفاقو رقم زده. خب پس دیگه میگه بابا اینم هست، اینم باید بیاد اینجا، بیاد این وسط تصویره که اون کلید اندیشه، اینم بیاد تا با مرحله اولش شکل بگیره. مرحله دوم چیه؟ مرحله دوم همون انسان است. ببین وقتی ما اون وجود پنهان شده رو آوردیم وسط، اوشیا رو آوردیم وسط، اون بینگ رو آوردیم وسط، اون میستری آف بینگ رو آوردیم وسط، خب حالا مجبور هایدگر تو مرحله دوم انسان و سوژه یا حالا سوبژکتیویته رو هم عوض کنه برای گذر از بر به با شدن. تو با درختی، تو با کتابی، تو با مفاهیمی، تو با حیواناتی، تو با جهانی، تو با زمینی. حالا این نگرش باید کل تاریخ اندیشه تغییر کنه دیگه. کل مدرنیسم بر مبنای این که من هستم، حالا این منم باید عوض بشه دیگه. این من می اندیشمه باید عوض بشه. باید چی بشه؟ ما هم فقط سوبژکتیویته تنها نیستیم، که فقط یه نگاه برداشته باشیم و فکر کنیم این تنها نگاه به جهانه. ما خودمون هم وجودی از آن خودمون داریم که با بقیه انسان ها فرق میکنه.
آره تو ذاتمون، این که هممون سوبژکتیویته داریم، یکی هستیم، هممون میشنویم اما کسی تو ما نیست که بشنوه، اون منه تو هممون هست. خب هممون اینو تایید میکنیم. همه ما میبینیم، میشنویم، تصمیم میگیریم به واسطه اون سوبژکتیویتی که آگاهیم بر خودمون. همه میاندیشیم، همه هستیم، اما وجودمون با وجود دیگری فرق میکنه. یعنی چی این وجودمون با وجود دیگری فرق میکنه؟ یعنی اون جوهرمون، اون ذاتمون، اون سوبژکتیویتمون که کاملا هم قابل تعریفه، بین همه ما مشترکه، یک اگزیستنس، یک اگزیستانس دیگه‌ای داره، یک وجودی داره. وجود من، وجود تو، وجود او. ببین با اون نگاه هوسله فرق میکنه. هوسله میگه سوبژکتیویته تو، سوبژکتیویته او، چون برای بیرون از تو وجودی قائل نیست. خب پس این اگه من بگم وجود من و وجود تو، اون وقت ما تعریف میشه، ما تعریف میشه. وجود من، وجود تو میشه ما. پس این با برای اینکه اتفاق بیفته باید انسانم معنیشو عوض کنه، مجبور معنیشو عوض کنه، راهی نداره. چون تا الان تو تاریخ اندیشه، تو کل مدرنیسم، وجود گذاشته شده کنار. پس انسانم مجبور تغییر بده. میاد چیکار میکنه؟ میگه این وجوده ارتباط داره با یه سری مفاهیم دیگه، مثل آرزوهای تو، مثل امیال، مثل آمال، مثل باورها، مثل نگرشها به زندگیش. هر انسانی متفاوته با انسانی دیگر، که حالا اگه نگرشش تغییر کنه، دوباره وجود داشتنش تغییر میکنه. برای همین هایدگر به اگزیستانس ما، یعنی این اگزیستنس ما، یعنی این وجود ما، تبدیلش میکنه به اسم دازاین. دا حالا اینجا یا آنجا، زاین یعنی هستیدن. یه انسان دیگه معرفی میکنه، یه اسم دیگه‌ای برای سوبژکتیویته من میکنه، چون میخواد نگرش رو تغییر بده. حالا مجبور این دازاینر رو بیا تعریفش بکنه که بگه ما یه وجود داشتنی داریم که تا حالا بهش فکر نکردیم، نه به اون وجود بیرونیه فکر کردیم، نه به اون وجود داشتن خودمون فکر کردیم. پس معلومه که باید اگه بیاد بگه سوبژکتیویته، همه دوچار اشتباه میشن. پس فرق نمیکنه، میاد یک دازاین قائل میشه، اختصاص میده که این دازاینه انگار انسان پرتاب شده به این جهان، انگار انسان تو تولدش پرتاب شده به این جهان. مثلا میگیم اگه من مثلا اونجا به دنیا می اومدم، اینجا به دنیا نمی اومدم. میگه انسان پرتاب شده به این جهان. یه دازاین میشه یه کلیتی، به جای اینکه بگم تو وجود داری، من وجود دارم، اون وجود داره، میگیم دازاین. یعنی دازاین تعریف کلی اون اگزیستنس ما، یعنی اون وجود داشتن ما. حالا باید چه ویژگی هایی بده به این دازاینه که بدونیم که میخواد از بر ما رو برسونه به با هایدگر؟ اولین، یک، در جهان بودن. دازاینه یه ویژگی اول داره، در جهانه. یعنی ما جدا از جهان نیستیم.
از لحظه‌ای که پرتاب شدیم، چشم به جهان گشودیم، تولدمون رو دیدیم، خودمون رو تو جهان دیدیم، تو یک رابطه در هم تنیده با جهان. هم این با جهانه، یعنی هم با دیگران، هم با موجودات، هم با اشیا، هم با مفاهیم. ما در جهان پرتاب شدیم، پس تو یک رابطه با جهانیم. دومین مقوله پویا بودن دازاینه. میخواد از بر بیاد به با، پویایی رو به دازاین اختصاص میده. دازاین میگه پویاست. یعنی چی؟ یعنی حرکت آزادانه و در جریان بودن. این پویا بودنه رو از این که انسان تاریخیت داره و تو زمانهای مختلف با تاریخچه های مختلف خودشو نشون داده به ما اثبات میکنه. یعنی خیلی ساده است. 2 تا نقاش رو در نظر بگیرید. یه نقاش یونان باستان یا یه انسان دوره روم. یه نقاشی به نام داوینچی، مونک یا حالا انسان‌های دیگر. اینا هر کدومشون اگزیستنس متفاوتی تجربه کردن، مختلفی داشتن، اما ذاتشون جوهر ثابتی داشته. اونا انسان بودن، اما یه جور دیگه‌ای وجود داشتن رو به ما نشون دادن. یه وجود دیگه‌ای از خودشون رو. نقاشی‌های داوینچی کجا؟ نقاش یونان باستان کجا؟ نقاش یا انسان دوره روم کجا؟ انسان یونان باستان کجا؟ انسان قرون وسطی کجا؟ یه وجود داشتن متفاوتی رو داشتن، اما همشون انسان بودن. یه با بودن متفاوتی رو تجربه کردن و این به خاطر اینی که کلن دازاین پویاه. و با دیگران دیگه، با دازاین ها، با مفاهیم، با اتفاقات، با اشیا متفاوت. تو به عنوان دازاینی که تازه متولد شده پرتاب شدی، تو هم تو این پویایی هستی. تو هم پویا میشی، تو هم یه اگزیستنس دیگه ای رو تجربه میکنی، وارد جهان میشی، تو جهانی و بیرون نیستی. خودتو بیرون ببینی، بر ببینی. این با هم پویاه. سومین ویژگی دازاین ارتباط دازاین با مرگ. ببین، میگه مرگ عاملیه که انسان رو به دازاین شدن تشویق میکنه. خب مرگ، ببین این که ما حالا تو دوره زیبایی شناسی با بچه‌ای که دوره زیبایی شناسی فصل اول یونان باستان با ما همراهن، اونجا حادث رو ما گفتیم دنیای زیرین تارتاروس پس از مرگ، که گفتیم توی نقاشی ها یک معبدی براش اختصاص داده شده و راجع به اون فرم توضیح دادیم. اون حادثه توی یونان باستان یه سری قوانین داشت تارتاروسه که تو جهان پس از مرگت باید چه اتفاقایی رو توی دنیا تجربه کرده باشی که پس از مرگ تو تارتاروس جای درستت باشی، جای خوبی باشی. خب برای همین گفتیم حادث رو که نمیبینیم. خب آیدوسه، یعنی ذهنیه، ذهن انسان ها گفتن جهان پس از مرگ، بهش یه خدایی نسبت دادن به اسم حادث. حالا این مرگ توی
هایدگرم میخواد این مرگ رو عاملی ببینه برای اینکه دازاین زندگی کنه. مرگ یه عاملیه که دور از توه یا بیرون از توه، خب اما تو میدونی که بالاخره قراره اون تجربه بشه. خب وقتی بدونی که اون مرگ هستش به محدودیتات آگاه میشی، یعنی محدودیتات رو میفهمی. این که محدودیت رو بفهمی انتخابت تغییر میکنه. انتخاب میکنی، میدونی دازاین انتخاب میکنه با آگاهی که با مرگش میگه آقا من زندم، الان میخوام زندگی کنم، یه انتخابی میخوام داشته باشم، من محدود زندگیم. پس یه با بودن این داره، باز داریم از بر میریم به با. میگه تو با مرگت یه کانکشنی ارتباط برقرار میکنی که میگه حالا میخوام باشم، میخوام وجود داشته باشم، میخوام وجود داشتن رو تجربه کنم. پس انتخابت با بودنت نقشی تو جامعه، با بودنت میخوای رقم بزنی، یک اگزیستنس دیگه، یک اگزیستانس دیگه ای رو میخوای تجربه کنی. انتخاب میکنی که تجربه کنی. زمان دیگه یه ساعت فیزیکی نیست. ببینید ما خیلی مشکل داریم، هممون مشکل داریم، ما خیلی مغروریم، خیلی فکر میکنیم، درست فکر میکنیم، اما هایدگر ما رو توی یه چالشی فرو میبره. میگه واقعا ساعت همون ساعت فیزیکیه یا ما توی نسبیتی هستیم؟ گفتم نسبیت انیشتین، زمان نسبیه، ما نسبی حسش میکنیم. یه موقعی زمان تندتر میره، یه موقعی زمان کندتر میره. یعنی ما با زمانیم انگار، ما توی محدوده زمانی هم هستیم، ما بر زمان نیستیم، ما با زمانیم. حالا که با زمانیم، حالا که میدونم یه تایمی دیگه این زمانه رو ممکنه حسش نکنم، تجربهش نکنم، مرگ من رو به یه دنیایی میبریم که نمیدونیم چی میشه. حالا تو اینجا چطور میخوام زندگی کنم؟ چه انتخابی دارم؟ چه نقشی میتونم داشته باشم؟ پس زمان هم یک وجودی میشه، یک بایی میشه تو فلسفه هایدگر که دازاین باهاشه، با زمانه. ببین این که اندیشه هایدگر انقدر نابه، چون علمم خیلی پیشرفت کرده. ما از انیشتین اومدیم تو فیزیک کوانتوم. خب حالا نمیخوام وارد بحثش بشم که آقا باره یه الکترون اندازه میگیری تو همون لحظه، باره یه الکترون رو تو فرانسه اندازه میگیری تو همون لحظه تو ژاپن باره یه الکترون دیگه مثلا تغییر میکنه. خب این دیگه ما فوق سرعت نور دیگه، این زمانه که دیگه اصلا دیگه قابل آنالیز کردن نیستش دیگه، دیدنی نیست، چون فوق سرعت نوره. خب تو همون لحظه داره اتفاق میفته. هایدگر اینو میگه جهان خودش رو بر تو آشکار میکنه تو یک لحظه، تو اون لحظه، تو اون زمانی، تو جهان بر تو آشکار میشه. خب برای همینه که میگه ما تا الان تو در و دیوار بودیم که به موجودات فکر میکردیم، نه به وجود هستی. زمان خیلی مهمه، یه ویژگی بنیادینه، میبرتش یه نوعی، میذارتش تو اکچوال کوالیتی. ببین تا الان بیایم با زبان تصویر با هم دیگه حرف بزنیم. گفتیم دازاینه، یه ذاتی داره از آن خودشه. هایدگر میخواد بگه که این درسته که هر کسی هر ذاتی داره بر خودشه، اما یه وجود داشتن تو ذاتمون هم برابریم، اما یه وجود داشتن دیگه ای رو ترجیح میدیم. گفتش که دازاین ویژگی اولش اینه که در جهانه، یعنی توی این جهان قرار میگیره. الان میخواد ما رو برسونه به با آبجکت بودن و با سنسوریال کوالیتیا بودن.
اون ویژگی های حسی، ما رو برده باشون کرده. گفته این دازاینه پویا هم هست، ویژگی دومش. گفتیم این زمان رو، اکچوال کوالیتیه رو اینجا گذاشته برای ما، اینجا زمان رو گذاشته برای ما، یعنی با زمان هستیم، زمانم تحت سیطره ما نیست، ما با زمان هستیم. اما ویژگی چهارمش اینه که گشوده بودن دازاینه. من این گشودگی دازاین رو این شکلی نمایش میدم. این گشوده است، این بازه به جهان. خود دازاینم بازه به جهان. میدونی میخوام چی بگم؟ میخوام بگم در رابطه است با جهان. پس اون در جهان بودنه، اون پویا بودنه، اون ارتباطش با مرگ، با زمانه، انسان و شخصیتمون رو ساخت. حالا شخصیتمون رو ساخته، حالا باید رفتارمون هم بسازه دیگه. این رفتاره همون گشوده بودن است، گشوده بودن دازاینه که با تمام جهانه، که با تمام جهانه، با اشیاء، با موجودات رابطه داره، رابطه داره. گشوده بودن دازاین یعنی رابطه داره. هر دازاینی با دازاین دیگه هم گشوده است، رابطه داره. این رابطه برد رابطه، یه وجودی براش قائل میشیم، خودمون رو تحمیل نمی‌کنیم، بر نیستیم، بایم، چون ما دازاینیم، او دازاینه و دیگران دازاینن. هستی داریم، ذاتمون بین همه مشترکه. این وجودمونه که مال خودمونه. ببین این وجودته که میمونه، همه میرن. حالا به قول یکی عجب خدایی نکرده منم میرم. خب این وجودمونه، این که مال خودمونه. این وجود ماه که تو این جهانه، با جهانه، پویاست، حرکت آزادانه داره. زمان مرگمون بهش فکر میکنیم، رفتارمون رو میسازه، شخصیتمون رو میسازه، انتخابمون رو میسازه، انتخابمون رو میسازه. چه وجودی رو میخوایم تو این جهان تجربه بکنیم، چه نقشی رو میخوایم داشته باشیم، چون ما هستیم، ما با دیگران هستیم ولی هستیم. و اینکه گشوده است، در رابطه ایم با کل جهان، در رابطه ایم. حالا که این چارتای دازاین رو ما دیدیم، برگردم به اون که گفتم مرحله اول از بر که مدرنیسم بهش اعتقاد داشت به با که هایدگر داره به اون معرفی میکنه. گفتیم یه پرسشی هست بین وجود یا موجود. چون میخواستم اول این دازاین برامون جا بیفته. معنی دازاین میشه 4 تا ویژگی ها. شما دازاین مثلا این آنجاستی و اینا نیست. دازاین این 4 تا ویژگی، یعنی دازاین باید بگی در جریان بودن، پویا بودن، با زمان و گشوده بودن، با مرگ و گشوده بودن. اگر این 4 تا رو تونستی تو یک کلمه بگی، معنی فارسیش میشه دازاین. من این کار نمی کنم، من میگم دازاین ایناست. باید از بر به با انسان تعریفش عوض بشه دازاین. انسان نوع نگرشش عوض بشه، وجود یا موجود. خب پس وجود یا موجود. پس یه بار دیگه حالا برای اینکه دوباره این مبحث رو جا بندازیم، گفتیم object، sensorial quality، actual quality و being، mystery of being یا اوشیا. با اس وجود این هستیه. وجود برای ما انقدر بدیهی شده بود که دیگه یادمون رفت. پس حالا اون چیزی که اثر بخش بوده، ببین هایدگر میگه آن چیزی که اثر بخش بوده نادیده گرفته شده. هایدگر میخواد بگه هستی از طریق وجود بخشیدن
به موجودات میخواد خودش رو بر ما آشکار کنه. هستی از طریق وجود بخشیدن به موجودات میخواهد خودش را بر ما آشکار کنه. ببین میدونی موضوع چیه؟ موضوع بذارید بیشتر توضیح بدم. ببین یعنی چی جهان میخواد خودش رو بر ما آشکار کنه؟ ببین هستی از طریق وجود بخشیدن به موجودات میخواد خودش رو بر ما آشکار کنه. میخواد ما رو برسونه به یک شیوه درگیرانه‌ای که ما با اشیاء و عالم داشتیم. چرا با چیزها هستیم؟ چون دازاین وجودیه که از آن خودمونه، با بقیه متفاوته. خب گفتیم دازاین پویایی داره. تو این تصویر من شاید بهتر بتونم به شما نشون. گفتیم پویایی داره در جهان، تو این قابه رو بذارید، در جهان و گشوده است به هستی. به هستی گشوده است و با جهانه و با زمینه، با جهانه. خب حالا میگه هستی هم میخواد ببین یه وجودیه که میخواد خودشو بر ما آشکار کنه، از طریق وجودیه که میبخشه به موجودات. ما تو مواجهه با جهان بعد از تولد هر انسانی، ما با پدیده ها هستیم، با چیزها هستیم، به آنچه که فکر میکنیم جلومون ایستاده باشونیم، با پدیده ها هستیم. مثل یک کودک. ببین هر موقع خاصی بفهمی این داستان چی، مثل یک کودکی که با پیرامونشه. ما قبلا که کوچیک بودیم چیزی رو مستقل از ما وجود نداشته، برابر ایستای ما نبودی که ما بخوایم برش بیشتر مسلط بشیم. ما اصلا اونها رو چیزی مطلقاً غیر از خودمون نمیشناختیمش. ما خودمون رو جزء جدایی ناپذیر اون واقعیت که چشم به جهان گشودیم میدیدیم. خب اون واقعیت مثل یه شبکه در هم تنیده‌ای بوده که ما داخلش بودیم. مثلا یه نجار توی کارگاهش خب خودشو در مقامی که جزئی از اون کارگاهه میبینه. تمام ابزاراش و کل کارگاهش، تمام مفاهیمش برای اون نجاری یه شبکه است، یه شبکه در هم تنیده شده است که همه چیزها معطوف به اون استفاده‌ای که میخواد اون نجاره بکنه برای ساختن یک در. همه چیز با اون نجاره، همه چیز که تو اون کارگاهه با اون نجاره، با اون اگزیستنس نجاره. ما همه چیزها با انسان‌ها، برای انسان‌ها، تو خدمت انسان‌ها. اما باشیم، اما این که ما باهاشون بودیم ناآگاهانه بوده و ما وجود رو اصلا فراموش کردیم. اما ما توی این شبکه در هم تنیده هستیم. چه موقع این یک رابطه ناآگاهانه میشه آگاهانه؟ میگه تو اون کارگاهه وقتی اون دسته تبر نجار میشکنه، خب از دل اون شبکه که خودش توش بوده یهو اون تبر، اون دسته تبر بر نجار آشکار میشه که چرا این درست کار نمیکنه. مثل اون حالت کودکه که به دنیا آمده میگه این چیه. انگار براش جای تعجبه که مثلا این چیه، توی اونه، با اونه، توی اون شبکه است. میخواد بگه ما رو از زمین جدا نمیخواد بکنه هایدگر. میخواد بگه ما توی این شبکه با هستیم. گویی انسان خواسته یا ناخواسته
تو دل این شبکه هستش. ببین دوباره برای جا افتادن مفهوم یه تصویری میکشم. گفتیم دازاین، گفتیم یه ذاتی داریم که هممون مشترکیم، اما وقتی میخوایم دازاین باشیم میدونیم که در یک جهان هستیم، توی جهانی هستیم که این جهانه یک بذار اینجوری بگم، دازاین در جهان بودیم، خب پویا بودیم با اکچوال کوالیتی، مثل زمان با زمان بودیم و گفتیم که گشوده هستیم. خب این گشودگیمونه. گفتیم با object هستیم، یعنی اون سنسوریال کوالیتی ها رو دیگه باهاشون هستیم. اکچوال کوالیتی هم گویی با ماه، چون زمان رو گفتیم نسبیه، چون ما درک متفاوتی داریم، زمان هم با ماه. حالا میگه ما توی یک شبکه این جهان بودن ما وقتی با میخواد بشه، ما توی شبکه در هم تنیده‌ای هستیم، تو در تویی هستیم که حالا اون mystery of being، اون راز هستیه، اون اوشیاه، اون میخواد خودش رو بر ما آشکار کنه. اون mystery of beings، اون mystery of being، اون اوشیاه، اون جهان، اون وجود میخواد خودش رو بر ما آشکار کنه. چرا؟ چون ما در یک شبکه تو در توی از مفاهیم هستیم. حالا ما اول ناآگاهانه ایم، توشیم، اما مثلا دسته تبع میشکنه، این نقطه بر ما آشکار میشه، ما با میشیم، وجود داره، وجود اون تبر بر ما آشکار شد. این اگه من بخوام تصویری توضیح بدم هایدگر رو، این میشه. وجود میخواد خودشو بر ما آشکار کنه، ما میخوایم خودمون رو آشکار کنیم، گشوده هستیم و وجود این داره. ببین این از بره داره میره به با، داره کم کم با میشه. پس اونجا که گفتیم در جهان بودن دازاین، تو دل یک رابطه در هم تنیده است. اون ویژگی اول در جهان بودنه، تو دل یک رابطه در جهان خودش رو از دل این شبکه. ببین یه نکته ایه که بعضی موقع ها آدم نمیخواد مثلا خیلی وارد بحث کردن بشه. ما تو فلسفه اسلامی حالا چه مشکلی داریم؟ ما وجود رو تو فلسفه اسلامی چیزی جدا از این موجودات میبینیم که توی سفر عرفانی میخوایم برسیم به این وجوده، در حالی که هایدگر چی میگه؟ میگه این وجوده میخواد خودش رو بر تو آشکار کنه. کجا؟ روی همین زمینه. بابا قانون علیت، هر چیزی علتی داره. ما از چیز موجود روی زمین رسیدیم به وجودی که وجود از آن او هستش و هر وجودی از آن او هستش. اما چرا میخوایم با این وجود رابطه برقرار کنیم؟ چرا رو زمین رابطه برقرار نمیکنیم؟ چرا میخوایم در وجود غرق بشیم؟ حالا تو فلسفه اسلامی باید بیایم بگیم آقا در نباید بشیم، بیایم با باشیم. هایدگر هم برای این ور خوبه، هم برای اون ورها. این ورم باید بگیم که آقا رو زمینیم، باییم، وجودم میخواد روی زمین. اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم، یعنی راه کسانی که با آنها نعمت، یعنی اون خودش میخواد با نعمت دادن خودش رو بر ما آشکار کنه، با زمین بودن خودش رو بر ما آشکار کنه. این اون نکته‌ایه که مثلا ما بعضی موقع ازش دور میشیم، فارغ از تجربه عرفانی ها، فارغ از تجربه. رو زمین چی؟ رو زمین چی؟ بایم، ما بایم، ما رو زمینیم. این اون چیزیه که من دوست دارم از
هایدگر ما تو ذهنمون داشته باشیمش. پس برای با شدن وجود و موجود دازاین رو با همدیگه بررسی کردیم. نکته: ما جزء جدایی ناپذیر این واقعیت هستیم، یعنی از ابتدا درون پدیدارها بودیم و خواهیم بود تا زمان مرگ. پس چیزی بس بیرون از ما وجود نداره که ما بخوایم در مقابل چیزی جدا از خودمون اون رو بشناسیم. ما همواره با چیزها تو دل این شبکه، تو دل این تصویریم. این تصویر یه نقشه ذهنی بهت داره برای فهم هایدگر و پس از هایدگر و فیلسوفای پس از هایدگر، چون هایدگر تکون میده فلسفه رو. همه بعد از هایدگر درگیر هایدگر میشن. همه چیز وجوده و وجوده که خودش رو تو این شبکه در هم تنیده به شکل موجودات، به شکل مفاهیم آشکار میکنه. همه چیز از آشکارگی وجوده، یعنی وجود میخواد خودش رو آشکار کنه. فرق خیلی بحثش با عرفان جدا. عرفان تو میخوای بری در وجود غرق شی، این میخواد بیاد با زمین خودش رو نشون بده. این وجودی که هایدگر ازش صحبت میکنه در زمین با ماه، با زمینه، با زمین، با چیزها میخواد خودش رو نشون بده، با متریال ها، با خودش رو بر ما آشکار کنه. ببین اون وقت چه حسی داره وقتی این نوع نگاه رو به جهان داشته باشی که گویی وجود هم میخواهد خودش رو بر ما آشکار کنه. اون وقت دنیا رو رها نمی کنی یا خودت رو بر دنیا مسلط نمی بینی، میخوای با دنیایی که هستی باشی، وجود داشته باشی، وجودی از آن خودت داشته باشی و ببینی جهان چطور بر تو آشکار میشه. در جهان مادی ما بر روی زمین از طریق زمینی شدن خودش رو بر ما آشکار میکنه. بر روی زمینی شدن، بر روی زمینی شدن، این خیلی مهمه که وجود خودش رو با زمینی شدن میخواد بر ما آشکار کنه. میخوام ببرمتون از همینجا وارد زیبایی شناسی در معماری بشیم. چرا؟ چون این زمینی شدنه خیلی مهمه. زبانی که ما از ابژه درک میکنیم به طور محسوس، زبانی که ما از ابژه کلا درک میکنیم به صورت محسوس، بذارید من اینو توی اسلاید بعدی بنویسم. زبانی که ما از ابژه درک میکنیم به طور محسوس چی بود؟ سنسوریال کوالیتی بود. یعنی اون ویژگی های حسیش رو می اومدیم جدا می کردیم. ببین میگه که این ویژگی های حسی زمینی شده وجوده، خب که در موجودی بر ما آشکار میشه. یعنی میخواد بگه وجود خودش رو از طریق سنسوریال کوالیتی که روی زمینه به شکل ابژه بر ما آشکار کرده. زمینی شدن منظورش اینه. این زمینی شدن خب محدودیت داره. چرا؟ چون محدوده زمانی که ما الان توشیم، خب توی این برهه تاریخی که ما الان داخلش هستیم، اون دازاین هایی که با ما هستند خب مسلماً متفاوته. این وجود زمینی شده الان هست، ما پرتاب شدیم به عنوان دازاین وارد این
شبکه تو در تو شدیم. حتما اون خودش رو برای هر دیزاینی میخواد با زمینی شدن نشون بده. زمینی شدن یعنی چی؟ یعنی سنسوریال کوالیتی، یعنی ویژگی حسی که میخواد خودش رو بر ما آشکار کنه. ببین اون وجودیه که میخواد خودش رو بر ما آشکار کنه. ما هم نسبت به جهان گشوده هستیم، میخوایم دریافت کنیم. خب حالا اون که از طریق اکچوال کوالیتیش، یعنی اون ویژگی های واقعیش، بازم آنسینه، دیده نمیشه. ببین اون اکچوال کوالیتی و کلن وجود، این اولین ویژگیش چیه؟ آنسینه، یعنی دیده نمیشه و قابل دسترس هم نیست. خب خیلی قابل دسترس هم نیست. ما یه درک دیگه ای ازش داریم. اما حالا این اوسیا یا اون میستری آف بینگ خودش رو از طریق زمین، این چیزی که ما میبینیم، حسش میکنیم و باهاش کانکشن برقرار میکنیم، اون میاد خودش رو از این طریق، ببین یه جورای قانون علیت داره برعکس میشه. نیستا، من دارم مثال میزنم که توضیحش بدم. ما از علت هر چیزی میرسیدیم به یه وجودی که اون وجوده باید باشه. حالا فرض کنید هایدگر داره اون وجوده رو برعکسش میکنه، میگه وجود اکچوال کوالیتی، که اکچوال کوالیتی سنسور کوالیتی هستن که این سنسور کوالیتی خودش رو با آبجکت به من نشون میده، با ابژکت، با چیزها، با پدیدارها. ما وارد این، ما هم پرتاب شدیم و وارد این نوع نمایشه شدیم. خب این نوع نمایشه ما تو چه زمانی اومدیم؟ تو چه برهه تاریخی اومدیم؟ توی چه شرایطی اومدیم؟ تو چه شهری اومدیم؟ تو چه کشوری اومدیم؟ تو چه اقلیمی اومدیم؟ تو چه فضایی اومدیم؟ چون زبان سنسوریال کوالیتی ما مال اون برهه هستیم. تا حالا که ما هم گشوده هستیم، ما هم که پویایی داریم، ما هم که فهمیدیم توی این جهان هستیم، ما هم که با محدودیتامون شناختیم، انتخاب کردیم انتخاباتمون رو، حالا میتونیم ما هم جهانمون رو برپا کنیم توی همون برهه، توی همون شرایط، تو همون اوضاع، تو همون جایی که پرت شدیم. ما هم میتونیم جهانمون رو برپا کنیم. پس گفتیم که ما حالا توی زیبایی شناسی هایدگر که الان دیگه وارد شدیم، گفتیم آبجکت، سنسوریال کوالیتی، اکچوال کوالیتی، اوسیا و میستری آف بینگ. خب این حالا فرض کنید که داره برعکس میشه، یعنی اول وجود یه سری ویژگی‌های بنیادین داره که خودش رو وقتی میخواد سین بشه، دیده بشه، یعنی آشکار بشود بر ما، از این زبان استفاده میکنه و ما چی رو میبینیم؟ ما این پدیده ها رو میبینیم. زبان وجود سنسوریال. حالا این وجود نقشش رو گفتیم، این وجود رو نقشش رو گفتیم که خودش رو حالا میخواد تو این زبانه، تو این جهان رو زمینی شدن برپا کنه. دازاین هم تعریف کردیم، گفتیم ما هم تو دل این شبکه تو در توه هستیم، پویایی داریم، با زبان مرگمون انتخاب داریم و گشوده هستیم. مثل هر کدوممون انتخاب‌های مجزایی داریم. ما هم گشوده. حالا به یه چیز دیگه نیاز داره هایدگر. چی؟ زبان. زبان ما باید چه شکلی باشه؟ زبانه که تو کل دوره مدرنیسم سالها و سالها زبانه هم زبان منبر بود، منبر چیزها، زبان عقل بود. خب من می اندیشم
پس هستم. پس این زبانی که ما رو رسونده به من بر چیزها. حالا برای اینکه من با چیزها بشم باید زبون ما هم عوض بشه. پس میاد چی میگه؟ میگه ما باید با زبان شاعرانه وجود اگزیستانس خودمون رو تجربه کنیم، برپا کنیم. اون انتخاب ها، اون در جهان بودنه، اون پویاییه، اون آشکارگیه، این وجوده که خودش رو میخواد داره با سنسوریال کوالیتی، با زبان زمینی شدن، با زبان ابژا، با زبان درخت، با زبان خاک، با زبان گیاه، با زبان حیوانات، با زبان این احجام معماری خودش رو داره بر ما آشکار میکنه. ما هم میتونیم باهاش ارتباط برقرار کنیم، اما نه با زبونی که تا الان قبل از هایدگر زبان عقل بوده، زبان شاعرانه. چون قبلا چرا ما زیبایی شناسی رو یونان باستان از اساطیر شروع کردیم، از اسطوره‌ها شروع کردیم؟ چون انسان بوده، مثلا انسانی به اسم هومر وجود داشتن رو، علت چیزها رو با زبان شعر به ما توضیح میداده. اون وجود داشتنه رو با زبان شعر صحبت میکردن، فرهنگ میساختن، بودن، با پدیده هاشون بودن. اونها دازاین هایی بودن تو زمان خودشون، خب قبل از تفکر افلاطونی و حالا ارسطویی، که بعداً زبان عقل و اندیشه مدرنیسم و من میاندیشم، من شک میکنم، پس هستم ساخته میشه. با وجود در ارتباط بودن و این خیلی موضوع مهمی بوده براشون. با وجود در ارتباط بودن و وجود داشتنشون با اون وجوده در ارتباط بوده. خلاصه این که این مرحله با بودنه از دو تا مرحله، گفتیم مرحله یک وجود، مرحله دو دازاین میگذره برای اینکه با بودن معنی بشه، یعنی با چیزها بودن. پس دقیق ترین نحوه رسیدن از بر چیزها بریم به مرحله با چیزها بودن در زبان شاعرانه هنر هستش. من میگم زبان شاعرانه داخل پرانتز هنر، منظورمون همین. اتفاق میفته. ببین حالا دیگه میخوایم با مثال، اصل و اساس رو گفتیم، حالا میخوایم با مثال توضیحش بدیم. مثلا تو یونان باستان اسطوره‌ای داریم به اسم کی؟ هلیوس، یه خدای خورشید. یه وجودی در دل خورشید بوده که جهان رو روشن می‌کرده. یه عرابه‌ای داشته، ببین چطور با نور ارتباط برقرار می‌کردن. یه عرابه‌ای داشته که هر روز صبح از شب به غرب می‌رفته. از هلیوس یه فرزند بوده که اون داستانی داشته. این خورشید با مردم بوده، با زمین بوده. یه مفهومی نبوده از چه عنصری تشکیل شده، چه سوخت و سازی، حالا ما فهمیدیم اوکی بریم بگیشه. نه، با بوده، با خورشید بودن، از دل وجودی بوده که براش قائل بودن. اینا با خورشید بودن. مثلا تو قرآن داریم میگه الله نور السماوات و الارض، میگه وجود من رو تو اون نوره ببین که آسمون و زمین رو فرا گرفته است. تو اون خونه‌ای که نور هست، من باشم تو اون خونه نور هست. اینا مثالایه که با زبان شعر تو با وجود ارتباط برقرار میگیری. این چیزها، این با چیزها بودن زبان شاعرانه میخواد، نه زبان عقل. یعنی یه سفر جدیدی باید آغاز کنیم. از محدوده سر بیایم به اقلیم دل، از منطق به عشق و سفری دلانگیز و
پرهیجان رو تجربه کنیم. حافظ این اصلا غزل سوم حافظ اصلا دیوونه میوونه میکنه آدمو. نگاه کن چی میگه. میگه نصیحت گوش کن جانا که از جان بیشتر دوست دارند جوانان سعادتمند پند پیر دانا را. حدیث از مطرب و میگو و راز دهر کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. هر آنچه که تا الان گفتم اینجاه. حافظ میگه نصیحت گوش کن جانا که از جان بیشتر دوست دارن جوانان سعادتمند. پند پیردانا چیه؟ پند پیردانا مثل میمونه من بهت بگم ببین میخوای تاریخ فلسفه رو شروع کنی بیا از هایدگر رو اول بخون که پند هایدگر تو وجودت بشینه که با زبان شعر باید با جهان در ارتباط باشی نه با زبان عقل. چرا؟ چون کس نکشود و نکشاید. گشودگی آشکار شدن. گفتیم وجود خودش رو میخواد بر ما آشکار کنه اما به حکمت نمی گشاید. گشوده نمی شود این معما به حکمت، یعنی با فلسفه با زبان عقل گشوده نمی شود. با چی گشوده میشه؟ حدیث از مطرب و میگو، زبان شاعرانه. یعنی با وجودت زندگی، با دلت زندگی کن. وقتی یه نفر می میخوره وجودی میشه که اون وجوده داره با جهان ارتباط برقرار میکنه، وجود داشتن خودش رو به نمایش میذاره، نه اینکه مست چیا. نه، حدیث از مطرب و میگو یعنی این، یعنی با دل. میگه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل ما را به خال هندوش بخشم سمرقند و بخارا را. خودش با دله. میگه اگر آن ترک شیرازی به دست دارد دل با دلت، با زبان شعر یه وجود دیگه ای رو تو دنیا ببینی. هایدگرم با زبان شاعرانه میخواد برقرار کنی رابطت رو با جهان. چرا؟ چون گشوده نمیشه با زبان عقل. با زبان عقل که من میاندیشم پس هستم بر چیزها بودی. نیهیلیزم اومد. نیهیلیزم به خاطر زبان ما اومد، به خاطر نگرش ما اومد. آقا من بر تمام چیزها مسلطم، حالا که چی؟ تهش که چی؟ این سوال چرا به وجود اومد؟ چرا ما رسیدیم به نیهیلیزم؟ به خاطر اینکه ما خودمون رو بر میدونیم. خب اون بر که تا کی بر؟ تا چی بر؟ تهش چیه این زندگی؟ میگه حالا اگه بیای بگی من اون وقت زندگی میکنی، وجود داری، وجودتو تجربه میکنی، یه وجود از خودت میذاری که اون وجودت بمونه برای همیشه. این هایدگر عشق منه برای اینه. چون اگه با هایدگر مثل یه تنابی تو دستت باشه، تو فیلسوفای مدرنیسم غرق نمیشی، به نیهیلیسم نمیرسی. میگه حافظ از طریق گوته آلمان رو تکون داده، هایدگر باید ما رو تکون بده. بعضی موقع لازمه. مثلا من اگه میومدم میگفتم حافظ میگه، حافظ تو دوره خودش اینو گفته، اما چطور حافظ جهان رو اون موقع میدیده. چرا زبان شاعرانه؟ چرا ما باید به زبان شاعرانه صحبت بکنیم؟ چون ما نیاز داریم یه ارتباط عاشقانه، یه ارتباط از جنس وجود داشتن با زمین برقرار بکنیم، با پدیده ها، با مردم، از جنس وجودی با چیزها باشیم.
زبان شاعرانه یا همون زبان هنر به ما هشدار میده که ما دقیقاً چی رو میخوایم. حافظ هشدار میده، پند پیر دانا، پند هایدگر رو داشته باش. فهم ما از چیزها رو رقم میزنه، یه فهمی از جنس وجود داشتن. بعد بنیادی ترین مفاهیم رو تغییر میده. حالا اون شعره که اون بیته که میگه من از حسن روزافزون یوسف دانستم، حافظ داره بنیادی ترین چارچوب ها و مفاهیم هر دوره، حتی این دوره رو هم تغییر میده. یه نوع دیگه ای هم میشه فکر کرد. این زبون شعره که بیداری اتفاق میفته، معنا هم از حالت ثبات خارج میشه. من حافظ رو این بیتش رو هم در هوسل گفتم، هم در الان گفتم، هم حسن روزافزون یوسف رو همونجا گفتم، هم اینجا دارم. معنا پویاه، معنا ایستا نیست، معنا مال یه نو فکر کردن نیست، معنا در جریانه. میگه یکی از دوستان ما میگه اگه به تو باشه، مثلا تو با غزل سوم حافظ کل تاریخ فلسفه رو تدریس میکنی. خب این چیه؟ این شعر خودش پویاه. این شعر رو میشه به 1000 تا زاویه نگاهش کرد. حالا زبان شعر زبان هنر میشه. حالا ون گوگ هایدگر کیه؟ ون گوگ خودش کیه؟ ون گوگ هایدگر میشه مثال تو دلی، مثال عشق پدر فلسفه ای مثل هایدگر. ون گوگ. ون گوگ چی کار میکنه؟ طبیعت بی جان، طبیعت با جان. میاد گل آفتاب گردونه میذاره. نور رو داشتیم، چون ون گوگ یه پرانتز باز کنم. ون گوگ ببینید خیلی نمیخوام توضیح بدم، ولی ون گوگ دوست داشته مسیح زمانه خودش باشه که یک نور دیگر و یک وجود دیگر و یک نوع انقلاب دیگر رو در هنر رقم بزنه و میزنه، اما با زجر. چرا؟ چون الگوش عیسی به صلیب کشیده شده است، گوش خودش هم میباره. ببین ما نون نگاهمون رو میخوریم. اینو به عنوان یک معمار داشته باشید. شما نیاز دارید که چه نونی میخورید، اون وجود داشتنه رو بعد انتخاب کنید. خودتون انتخاب میکنید. دازاین خودش انتخاب میکنه، خودش میدونه یه مرگی داره مال خودشه. ببین ما زمان مرگای هممون که تو یک ثانیه نیست که، خب هر کدوم زمان مرگ خودمون داره. خودمون به اون زمان مرگ نگاه میکنیم، محدودیت هامون رو میبینیم، خب بعد میایم خودمون انتخاب میکنیم. مهمه که چه نونی رو انتخاب میکنی، چون نونی که انتخاب میکنی نون جهانته. جهانت رو برپا میکنی با همون نونی که خوردی. نون نیچه رو خوردن معلومه که زجر کشیدنه، معلومه که باید بر تمام امیالت پا بذاری تا یه میلتو بیاری بالا. این میشه اینو اونایی که نیچه دوست دارن میبینن، اون نونو میخورن. نون حافظ یه نون دیگه است، نون حدیث از مطرب و میه، نون خیام. خیام خودش خیام، مست و پاتی نیست، در به در نیست، خونه خراب نیست. اوج ثروت و نعمت. ملا صدرا اوج ثروت و نعمت عرفان میذاره، ماهیت وجود و ماهیت وجود رو میذاره. گفتم ایراد فلسفه اسلامی اینه که میخواد در اون غرق بشه. عرفا بیشترا، عرفان اینه که میخواد اون. ولی هایدگر چه هشداری میده؟ هشداری که قبلا حافظ هم به ما داده بود که بر روی زمین، بر روی، حالا میرسیم به شعرهای حافظ تو همین غزل، تو همین تدریسم. ببین ون گوگ نونی که میخوره نونه مسیحیه که داخل انجیله. پس جهان هم خودش رو بر ون گوگ آشوب میکنه. ون گوگ گوش خودش رو میبره، آسایشگاه روانی میره، به 1000 تا اتفاق تلخ و تجربه میکنه چون اون نونو خورد. خب این خیلی مهمه، اینو داشته باشید. تراژدی تو غرب اوج هنره، شادی تو شرق
اوج هنره. چه نونی رو میخواید بخورید؟ این خیلی مهمه. من تو کلاسای فلسفه تو ایرانم باز باید بشینیم مثلا من واقعیت رو میگم. من میگم اوج تراژدی در هنر مال غرب. اوج هنر شادی و شادمانی بودن و وجود داشتن و با وجود کانکشن داشتن و آرامش داشتن مال شرق، که باید هم حافظ بره آلمانو تکون بده، باید هایدگر بیدار شه بگه وجود میخواد خودش. حالا آنچه که در اونجا ون گوگ میخونید اینه. آنچه که هایدگر میخواد، هایدگر به وجه عظیم از ون گوگ تکون میده. ون گوگ به هدفش میرسه، بعد از مرگش در زجر. خب این چیه؟ این وجودیه که حالا طبیعت بیجان شده طبیعت بانجان. این انقلابه. اینه که میگم بنیاد زبان شاعرانه هنری، بنیادی ترین چهارچوب ها و مفاهیم هر دوره تاریخی رو تغییر میده. اینجوری تغییر میده. خودش میگه ون گوگ، میگه اگر عشقی به طبیعت و شغلم نداشتم غمگین میبودم. رنگ زرد برای ون گوگ کلا نور تو انجیله. میگه او همان نوری است که در تاریکی میدرخشد و تاریکی هرگز نمیتواند آن را خاموش کند. حالا با نقاشی ون گوگ از این به بعد بیشتر آشنا میشه. پس ون گوگ هایدگر یه وجودی رو پیدا کرده که گم شده بوده. این وجوده میخواد خودش رو تو نقاشی ون گوگ به نمایش بگذاره. توی کفش های، چون هایدگر راجع به این خیلی سخن گفته، خیلی حرف ها راجبش به وجود اومده، ما هم همین تابلوی کفش های روستایی رو بررسیش میکنیم و تحلیلش میکنیم. تحلیلی که ما رو به اون فهم زیبایی شناسی از منظر هایدگر برسونه. ببین زمین تو پشت زمینه این کفش ها قرار میگیرن تا کفش ها بر ما آشکار بشن. خب این وجود کجاست؟ اولین سوال. معنای وجود داشتن خودش رو با چیزهایی که بر روی زمینه میخواد به ما نشون بده و ما وجودمون رو با بودن در میان چین چیزها به نمایش میگذاریم. ون گوگ یک کفشی رو برای ما به نمایش میذاره. اولا زمین زنده است. خطوط رو نگاه کنید. زمین پویاه. زمین در حال یک حرکت تدریجیه. ببین نمیدونم چرا این الان به ذهنم رسید، واقعا از بحث داره خارج میشه. مثلا ما تو دوره معماری ایرانی که تدریس کردم، سلسله مراتب ورودی معماری ایرانی رو که داشتم تدریس میکردم، نمیدونم اونجا گفتم یا نگفتم، اما زمان تو فلسفه اسلامی زمان متصل و متدرجه، یعنی زمان هم وصله و هم تدریجیه. خب بعد سلسله مراتب ورودی معماری ایرانی هم خیلی متصل و تدریجیه، یعنی یه نوع نمایش زمانه برای ما اون ورودی های معماری ایرانی. این تدریجیه. یه لحظه زمین در حال حرکت تدریجیه. ما زمان رو میدونستن توی فلسفه اسلامی. میخوام بگم معمارای وحشتناکه، ولشون. زمین در حال حرکت تدریجیه. زمین یه رنگ خشک و سرد نیست. حتی تو هر دو تا تصویر نگاه کنی زمین یه نوع پویایی داره، یه نوع طیف رنگی رو شامل میشه که تیره تر، ملایم تر، آروم تر، روشن تر. دوماً کفش ها دو وجه داره. خب یکی کشاورز، بذارید اینجوری بررسی کنیم. بیایم بگیم این کفش های روستاییه. خب مثلا کفش های روستایی عنوان خود نقاشی هم هستش.
یه دونه هم بذاریم کفشای خود ون گوگه. این تحلیل رو من میگم، شما برید این مستند قدرت هنر ون گوگش رو نگاه کنید، خیلی چیزا براتون آشکار میشه. ببینیم که اگه این کفشا برای خود ون گوگ باشه، اول بیایم ببینیم چه اتفاقی افتاده. همیشه بر روی زمین قدم گذاشته. چون مثلا تابلو رو برمی داشته میرفته در طبیعت، یا همیشه حالا مثلا پاش بوی کفش میداد، حالا مثلا کاری به این داد. یکی از نقاشایی بودی که همیشه میرفته در دل طبیعت. این ویژگیش خیلی بولد بوده، حتی تو روستایی هم که میره همیشه میره بیرون و سعی میکنه در بیرون بیشتر نقاشیاشو بکشه. عاشق رفتن به طبیعت بوده، ایستاده، نشسته. ون گوگ عاشق با زمین بودن بوده. هر بار از دل همین زمین با پدیده ها تو اون جهانه، تو اون شبکه دو در توه، یه وجود داشتنی رو به نمایش گذاشته. این کفش ها اگه کفش های خود ون گوگ باشه که پاش میکرده روی این زمینه میرفته تا یه وجودی رو از دل زمین بر ما با نقاشیش به نمایش بکشه، هم یه نوع نگاهیه و شاید کفشای خودش رو بر ما به نمایش گذاشته. حالت دوم، اگه کفشای روستایی باشه چی؟ همیشه کشاورز در یک با بودنی با زمین از جنس در هم تنیدگی بوده. ببین یک کشاورز زمین رو شخم میزنه، یه فصل مشخصی، یه مقدار مشخصی، یه ظرفیت مشخصی توی این با بودنه، بعد فصل عوض میشه، فصل رویش مثلا محصول میشه، زمین خودش رو بر کشاورزه آشکار میکرده، دوباره برداشت بوده، دوباره فصل شخم زدن زمین، دوباره کشاورزه با بودنی با زمین از جنس در هم تنیدگی. این با انگار یک آتشی در دل کشاورزه، یه آتشی هستیا، اوسیا، اون بینگ، اون میستری آف بینگ، اون راز وجود از دل این با بودنه بر کشاورزه داشته آشکار می شده و ماحصلی که ون گوگ به ما نشون میده کفشای این کشاورز است. این کفشه یه پرده از وجودی ور داره، از وجود یک کشاورزی، از وجود یه رابطه‌ای با زمین پرده بر می داره که خلق وجودهای اون محصولهای از دل زمین بوده. کشاورز عالمی رو برپا کرده بر روی زمین با کارش، با کفشهاش. حالا چه کفشای ون گوگ باشه که با زمین بر روی نمایش وجودی، وجود داشتنی بر روی زمین باشه، چه کفش‌های کشاورز باشه، یعنی در یک با بودنی با زمین باشه، امکانات وجودی زمین و یک کشاورز، زمین و یک نقاش باشه. پس ون گوگ داره به ما یه هشدار اینو میده، میگه زبان شاعرانه، زبان هنر یه بیداری داره. چه چیزی واقعا برای ما مهمه؟ در این حال گفتیم ون گوگ بنیادی ترین مفاهیم دوره خودش رو هم تغییر میده، چون زبان هنر این قابلیت رو داره. حالا
اگه بخوام برگردم به شعر حافظ که برای ببین این یک نوع تراژدی هم قبول کنیم که داخلش هست دیگه، به هر حال غربه. حافظ هنر رو برپا کردن شادی و طرب میدونه بر روی زمین، یا مثلا اینجوری بگیم حدیث از مطرب و میگو. ببین چرا حالا شعر حافظ چیکار میکنه؟ میخوایم هایدگر رو مطالعه، میخوایم ببینیم هایدگر چی میخواد بگه، اما مثال شعریش رو من بهتر از حافظ من گیر نیاوردم که ما بفهمیم که ما دازاینی هستیم، در ایرانیم، زبانمون فارسیه. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا. ببین اصلا می باقی دوتا، می جاودانه که در بهشت، می باقی مونده دیشب. بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت. میگه بده میو بده، می که دیشب باقی مونده رو بده. میخواد بره کجا؟ میخواد بره کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را. مصلا جایی که نماز میخواد، گلگشت میشه اطرافش که حالت تفرجگاهی داره. یعنی تو توصیف شیراز هم اینا خیلی استاد بودن، یعنی اصلا انگار طراحی شهری هم داشته تدریس میداده. یه فضای معماری طراحی شهری رو در نظر بگیرید، کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا. مسجد فقط مسجد نیستش، مسجد مکانی برای حضور داشتن هم هستش. چطور؟ وقتی بتونه با گلگشت ارتباط برقرار کنه، با تفرجگاه ارتباط برقرار کنه. حالا ونگوگی این داستانه چیه؟ میگه بیا کفش هایمان را پاک کنیم، بریم اونجا، بریم کنار آب رکناباد، گلگشت مصلا، مست شویم و طرب بخوانیم، با زبان دل زندگی کنیم، لذت ببریم، شاد باشیم، آتشی برپا کنیم، عالمی برپا کنیم از جنس وجود داشتنمون. بیت بعدی، فقان کین لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوب، چنان بردند صبر از دل که ترکان خان یغما را. میگه می باقی مونده بده که بریم کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا. حالا دوباره تصویر سازی رو نگاه کنید. فقان کینلو، با دیگه، با زمینه، با آب رکناباده، با گلگشته، با می، با لولیان شوخ شیرین کار شهرآشوبه. چه شخصیتی میده به لولیا؟ انقدر شخصیت میده که همه میگن آقا زیبارویان مد نظرش بوده. چه ویژگی دارن؟ صبر از دلت میبرن، یه شور تو دلت میندازن، یه بابودنی در زمین از جنس شادی و طرب و آزادی. چون مثلا لولیان مثل آهنگ جپسی شکیراه، مثلا اون لولیانه، اون زیبارویانه، اون آزادیه، اون وجود داشتنه، اون بودنه، اون رقصیدنه، اون شاد بودنه، من اون یاد اون انداخت. حالا دوباره برگردیم به این نسبته که
چرا زبان شاعران حدیث از مطرب و میگو، راز دهر کمتر جو که کس نکشود و نکشاید به حکمت. این چون جهان میخواد بر تو آشکار بشه، هایدگر میگه باید زبانت عوض بشه، زبان شاعرانه بشه، زبان دل باید باشه، زبان وجود داشتنت باید بشه، زبانی باشه که با باشه، اونم در شعر، در هنره که تو با میشی. اصلا تو همین 3 بیت حافظ میگه چی باید برای ما مهم باشه، بنیادی ترین مفاهیم دوره خودش رو هم تغییر میده. گوش آشکارگی جهان بر ما رو حافظ داره یاد میده که کس نکشود و نکشاید، راز دهر رو به حکمت، راز هستی رو به حکمت. زبان شاعرانش میاد عالمی برپا میکنه تا بتونه زبان می و طرب وجود رو بر ما آشکار کنه، وجود داشتنی رو تجربه کنه از جنس با بودگی بر روی زمین. خیلی به این نگاه حافظ امروز هم نیاز داریم که زمین یادمون نره، زمین رو زیبا کردن یادمون نره، خیلی در وجود غرق نشیم، در زمین، با زمین. ما توی شبکه هستیم، خدا هم میخواد خودشو به ما نشون بده، بر روی زمین نشون میده. میگه الله نور السماوات، میگه فانی قریب، من نزدیکم، با هم وجود با ماه. هایدگر هم 3 سال الهیات خونده ها، یعنی خیلی درگیر این نباشید که مثلا اون وجودی که هایدگر در فلسفش میگه با اون وجودی که ما وجودیه که میخواد خودش رو بر ما آشکار کنه. من این جمله رو وصلش میکنم به 3 سالی که هایدگر الهیات خونده. هایدگر ونگوگ رو دوستش داره، عاشق ونگوگه. ونگوگ تو نقاشیش نور مسیحه. هایدگر میاد از معبد یونانی صحبت میکنه. چون گفتم پدیدارشناسی در معماری، حالا هایدگر رو هم یک مثال معماریش که خودش صریحاً اصلا ببین، من وقتی هایدگر رو با معماری یونانی دیدم فهمیدم که این بنده خدا اصلا درسته که گفته که ما باید با زبان پارمنیدس از فیلسوفان پیش از سقراطیه، چون پیش از سقراط به یه فیلسوفی نیاز داشته که زبان شعر باشه، که با زبان پارمنیدس باید با جهان ارتباط برقرار کنیم. اما مثال معبد یونانی هایدگر دیگه حجت رو بر من و شما و تمام اندیشه بشریت تمام کرده که ما باید زبان هومر رو بلد باشیم، اون دازاینی که یونانیا داشتن رو بفهمیمش از طریق تبارشناسی خدایان هزیوده، از هومره، از اون اندیشه هست، از اون اندیشه است که با زبان شعر است. خب معلومه که من وقتی میخوام زیبایی شناسی در معماری شروع کنم، من باید برم اونو تدریس کنم که اصلا با یک معبد یونانی رو بفهمیمش، که حالا بخوایم بریم تو روم، بخوایم بریم تو کلیسا، بخوایم بریم حجم مدرن که بعد همشون به هم وصل میشه، حالا یا در تضاد با اینه یا دیگه بعد پست مدرنیسم که دیگه زبان برگشته به اون زمان، فرم برگشته به اون فرم. هایدگر میاد از زبان معبد یونانی، از وجود در معبد یونانی صحبت میکنه. معبد یونانی چیه؟ میگه معبد یونانی دنبال این وجه تازه‌ای از معماری که ما گمش کردیم یا از دستش دادیم رو دوباره به ما یادآوری کنه. برپا داشتن با بودنی گرد معماری. با بودنی گرد معماری. اینم داشت کنار آب رکناباد و گلگشت مصلا را. با بودنی گرد معماری. چقدر زبان هایدگر معماری رو با همه آشتی میده. من فکر میکنم کشورم نیاز داره که با معماری آشتی کنه، که استادیوم داشته باشه،
که معماری داشته باشه، که حرکت داشته باشه. ببین حالا معبد یونانی چیه؟ معبد یونانی بنایی که برگرد آن جهانی نظم، معنا و کارکردی دوباره پیدا میکنه. معبد یونانی اثر هنری میشه که پیرامونش عالمی برپا میشه. میان مسابقات رو برگزار میکنن، میان فرهنگ سازی میکنن، میان یک کودک یونانی میاد در معبد یونانی با وجود آشنا میشه، خودش وجودی میشه در بین بقیه مردم زمانه خودش. این معبد میشه بعداً میشه محبتی جلوش میشه برپا کردن المپیک و این با بودن همه جا وجود داره. هر وجودی در ارتباطش اون وقت اینکه متولد شده در یونان، اینکه مرگش کیه، اینکه چجوری شکر کنه، شکایت کنه، پیروزیش چیه، شکستش چیه، معبدی که داره این کار رو انجام میده، اگزیستنس خودش رو داره ایفا میکنه. یعنی اگه معماری بدونه که راضی از بودن mystery of being بر روی زمین برپا کرده، یعنی عالمی برپا کرده، یعنی بدونه که عالمی برپا کرده و بدونه که عالمی میخواد برپا کنه، کانونی میشه برای بابودگی با زمین، با چیزها، با دیگران، با انسان، با دازاین‌ها، با اشیا. مثل همون کار کرده که معبد داشته، با بازی‌های المپیک، با نمایشنامه، با تئاتر، با سخنرانی‌ها، زبان گفتن‌ها. معبد کانونی میشه برای آشکاری وجود. و هر دازاین یونانی ما میدونیم که اونجا خودش رو نشون میداده، خودش رو گشوده بوده، آشکارگی جهان رو میدیده، خودش هم میپذیرفته. این گونه معبد وجودیه که قرار وجود داشتنی رو بر ما آشکار کنه. معبد باید کفشی باشه برای وجود داشتن، بازم کفشای ون گوگ. معبد باید کفشی باشه برای وجود داشتن. همان گونه که تو تابلوی کفش ون گوگ گویی کفش کانونی است که کشاورز یا خود ون گوگ امکاناتی رو از دل زمین بیرون می‌کشیدن. معبد یونانی بستری برای آشکاری وجود، چرا که در تعریف هایدگر از دازاین گشوده بودن، در کنار پویا بودن، در جهان بودن معنا شده. پس معماری بستری باید باشه تا گشودگی دازاین تحقق بشه. اون وقت معماری چه ارزشی پیدا میکنه؟ یعنی معبد یونان اون آشکارگی وجود هر انسانی رو در برهه تاریخی خودش به نمایش گذاشته. معبد یونانی کارش رو درست انجام داده. آیا امروز هم معماری کارش رو درست انجام میده؟ پس هر وجودی یا هر دازاینی باید اگزیستنس خودش رو تجربه کنه و وجود خودش رو آشکار کنه و معماری میتونه بهترین بستر رو فراهم کنه. چون معماری میستری، گفتم اگه معماری بدونه رازی از بودن رو بر زمین برپا میکنه، چطور فرم پردازی میکنه. یه مثالای دیگه از ون گوگ بزنم، چون ون گوگ هم حالا توش معماری هستش. مثلا پل ون گوگ، میگم ون گوگ هایدگر، این که هایدگر رفت معبد یونانی رو برای ما مثال زد، بعد میاد کفش ون گوگ رو مثال میزنه، چون خود ون گوگ هم معماری براش مسئله بوده، معماری رو به ما نشون داده. مثلا ون گوگ پل مکانی رو خلق کرده تو نقاشی ون گوگ
که برپا دارنده عالمی شده، خودش برپا کننده عالمی شده. پل اعتباری رو بخشیده تا مکانی به وجود بیاد. پل با بودنی رو شکل داده با مردم زمانش، وجودیه که خودش رو آشکار کرده و خود رو در قامت گردآورنده چیزها در فراسوی خودش دیده. یعنی ببین، پل یه عنصر تحقیر شده برای رفع حاجت از این ور به اون ور نیستش. پل وجودیه که یک شبکه تو در توی از مفاهیم، چیزها و کسان رو دور هم جمع کرد. توی این رنگ زرد که برای این چوب‌ها به کار برده، اون واکنش این چوب‌هایی که از هم باز شدن، این مکانیه که خلق شده، این عرابه‌ای که اینجا هستش، این وجود داشتنی که داره و این زنهایی که در کنار پل اومدن تا با پل، با آب، با ساحل، با قایق. ببین چند تا با تو این تفسیره. تو نقاشی کافه تراسش، تراس کافه در شبش هم باز ما داریم میبینیم که کافه رو اینجوری میده جایی برای با بودنه. این با صندلی، با میزها، باز نور رو دارید میبینید تو کافه. حالا کاری ندارم که اینجا 12 نفران و حواریونن و یه سایه اینجا و مسیح رو داره خودشو نشون میده. این نقاشی رو حداقل برید ببینید چجوری انگار که ون گوگ داره یادمون میده که معماری گویی برپا کردن رازی از وجوده، که انگار این هر کدوم از این صندلی‌ها منتظر یک وجودیه که این وجوده داره خودش رو تو همین کافه تراسه داره آشکار میکنه. این نوری که تو این رنگ ستاره ها هستش و این نوری که توی این تراس کافه در شب هستش، هر وجودی خودش وجودی. با چیزها بودن، حتی مسیح رو هم بر روی زمین میدیده که وجودی رو آشکار میکرده. مسیح رو ببین، ون گوگ هم میخواسته بهش رو بیاره بر روی زمین. میگه بده می باقی که در جنت نخواهی یافت، کنار آب رکناباد گلگشت مسلا رو میخواد بیاره زمینیمون کنه. ما رو زمینیم. تراس کافه در شب میتونه با صندلی‌هاش با دیگران یک کانونی باشه. باز اینجا ببین پله یک کانونیه، تراس کافه در شب بشه یک کانونی با صندلیاش، با میزهاش، با نور زرده، با اون فضایه، با اون که در دل اون کوچه هست، با اون سنگ فرشا، با اون آسمان ستاره، با دیگران، با بودنی رو تشویق کنه برای آشکار شدن. نکته آخر دازاین هم این باشه که ما یک اگزیستنسی رو ساخته باشیم برای خودمون. یعنی هر دازاینی خودش باید خودش رو بشناسه. شما باید خودتون رو بشناسید. باید دازاین باشه تا با بودن شکل بگیره. ون گوگ خودش رو شناخته بود، رسالتش رو شناخته بود، دیده اونجوری هم زد تا پایان عمرش، فارغ از اینکه درسته یا غلطه، مثل کاری نداره. ون گوگ تاریخ نقاشی رو هم تکون داده. شاید من میگم چرا با زجر، چرا با شادی نه؟ مثلا حافظ رو داریم، تاریخ انقلاب شعری رو حافظ رقم زده. یعنی خودمون بودن رو برگزینیم، یعنی انتخاب بکنیم تحت هیچ شرایطی نه. هوسل خیلی مهمه. بعضی موقع باید دیتایی که بهمون دادن رو بذاریم کنار، یه خود بودنی رو تجربه کنیم. هوسل هم مهم. حافظ
خودی داشته که خودش رو آشکار میکنه در دل بودن با چیزها. ببین خودش رو چجوری میدیده حافظ. دازاین باید خودش رو اینجوری ببینه. میگه غزل گفتی و در صفتی و خوش بخوان حافظ، که بر نظم تو افشاند فلک عقد ثریا را. ببین عقد ثریا رو من جلسه 4 زیبایی شناسی معماری تو یونان باستان پرانتز باز کردیم، رفتیم تو مصر باستان، اون عقد ثریا خوشه پروین رو گفتیم از آسمان چجوری اومده زمین، چجوری رفت تو یونان. الان تو شعر حافظ هم دارید میبینید این زیبایی شناسی به هم متصله. خب میگه غزل گفتی و در صفتی. حافظ خودش رو دازاین میدیده که با گفتم لولیان شوخ شیرینکار شهرآشوب، یعنی به اون لولیان چه شخصیتی میده تو شعرش که میگه صبر از دلمون بردن. با اونا خودش رو میبینه. خب اما خودش رو هم چجوری میبینه؟ میگه غزل گفتن من مثل مروارید سفتن من. این دازاین، این خودش رو حافظ خودی برای خودش قائل بوده که میگه بر نظم تو آسمان این عقد، این گردنبند ثریا خوشه پروین رو میریزه به پات. خودش رو هم میدیده با خودش رو فنا شده من خاک پای شما نمیدیده، خودش رو با میدیده. با این با ارزشه، اینم با ارزشه، با جفت با ارزشن. نه بذار کسی بر تو بشه، نه تو بر باش. با بودن معنی میشه. وقت معماریمون یه شکل دیگه میشه. عاشقتونم. اینم پدیدارشناسی در معماری. سایت امرال آکادمی دوره های زیبایی شناسی رو برگزار کردیم. دوره فرم فرزن از ما حتما تهیه کنید. دوره معماری ایرانی، دورهایی که برگزار کردیم، هانا آرنت. حالا بعد از این دوباره برید هانا آرنت و زاهدید رو بخونید. جولی کریستووا و تامین. اینا دوره هایی که واقعا براشون زمان گذاشتم. امیدوارم حال دلتون خوش باشه. تا ویدیوی بعدی، فعلا خداحافظ.